صبح 13 نوامبر بر اثر ترکیش ماشین در منطقه قصبه شهر کابل کمش 7 کس کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ترکیش در کنار شعبه 15 پلیس واقع در شمال فرودگاه کابل به وقوع پیوست. او افزود در مکان حمله 7 نفر هلاک شدند و احتمال شماره قربانی ها افزایش یابد. یعنی اینطوری بعد شدید بود که به شیشه های خانه کلش از یک طرف کلش از یک سر میده شد. بیشتر مردم در به توتای شیشه از بین رفتن. دیدیم 4 طرف مردم افتاده بود از یک طرف. انفجار یک روز پس از تبادل 3 فعال طالبان و شبکه حقانی از جمله انس حقانی برادر رهبر این شبکه سراج الدین حقانی با 2 اسیر غربی استادان دانشگاه امریکایی کابل به عمل آمده باعث قهر و غضب ساکنان پایتخت افغانستان شد. شماری از تحلیلگران انتظار داشتند که تبادل اسیران به تحکیم نظم و آرامی کمک خواهد کرد. تا زمان نشر این گزارش نه طالبان و نه شبکه حقانی ترکیش روز چهارشنبه را شرح نداده بودند.